السلام علیکم دوستا، صبحتان بخیر. میگم صبحتان بخیر. صبحتان چاشتان و هر وقت که شما این ویدیو رو میبینین بخیر. از دل خوش آمدین در یک برنامه دیگه از من. دیگه رایی شدم صبحی وقت است، امو رقم یخم است، خود خوب محکم کدم. دیگه تقریبا ساعتای 7 صبح و ما هم رایی شده که در کو باری اینی هم چای ما که گرفتم. ما هستم و چند تا دیگه دختر هسته که قرار است بریم در سر خاگا. البته ما مدت چند سال که مشه اینجا هستم تا هنوز سر خاگایش اوش نکدم و خیلی خوش دارم که مثلا هر چند دیر بعدی یک دفعه برم سر خاگا. دیگه هر روز دکتران میگفتم که بریم خلاصه تصمیم بر این شد که امروز بریم سر خاگا و هم صبح روز، به خاطر که بعد از ظهر زیاد شلوغ میشه و اینا. فکر کنم همون رقم مگه خود من ندیدم. دیگه آلی هم ساعت 7 صبح هسته، ما رایی شدیم، دیگه دخترها هم هسته، بریم که سرخاگاه هرات جان را در شما نشان بدیم. دیگه ما که ما گفتم وقت است، شاید شما باور نمیکنین این برقای کوچه هنوز روشنه. دیگه شما بگین که وقت هسته یا نیسته. این ما قد رفیقمون پیاله از ما. از زای دل ما هم رسیدیم در همین نزدیکای سرخاگاه. اونجا سرخاگاه هسته و ما میخوای اول در کو بریم که از این چه موریم در طرف بالا. از ما رسیدیم در سر خاگاه که اینجا سر خاگاه هسته. البته فکر کنم که مشترک هسته از مردم جبرائیل محله و دقیق معلومات ندارم، ولی اینجا کلا زیاد هسته. در سر هر تپه که بریم مثلا خاگ هسته که بلده از این چی هر عزیزی که عزیزان هر کس که اینجا هسته آل ما بلده روح پاکشون یک فاتحه میخوانیم، بعد دوباره شروع منیم در قدم زدن ما و میریم کم کم طرف کو. واو چی کوه های قشنگی. اینی کوه ها ما در یاد کوه های دالو مینداز نه که طرف پاشو موریم. اون جمع دیگه اینمی کوه های لوکس داره. البته اونجا سنگ هم هست، اینجا سنگ نیه ولی شبه کوه های دالو هست که ایسان طرف پاشو موریم. اینجا هم 2 تا گل دختر با ما هسته که دیگه یا هم میخواه خود خوره با شما سمیه که میشناسین. این نوربانش جدید هسته. سلام صبح بخیر. فقط همین؟ دیگه سلام صبح بخیر. خب کجا هستی؟ کجا میخوای بری؟ ما آمدیم دکو. خب همگی خودش میگره. آها دیگه چیز کارم ده؟ آمدیم که دکو بالا شنیم. خب قدم بزنیم دیگه صبحانه خورا بخوریم دکو، از فضای آزاد لذت ببریم، از هوای خوب لذت ببریم. آها دیگه از خاطر آمدیم دیگه. خب سلام دوستا، صبح بخیر. امیدوارم کلگیتان جور بخیر هستین.
خب ما از جبرائیل آمدیم سمت کوه. قسمی که میبینین ما در کوه هستیم فعلا برای هایکینگ و انشالله خیلی لذت خواهد بردیم. جای کودکیتان خالی و همچنان کبرا جان را سابسکرایب کنین برای ویدیوهای بیشتر و نشان دادن افغانستان قشنگ. آره دیگر نگفتن نمونه که بنین احمدی خودشم چنل یوتیوب داره که در نام بنین احمدی افیشال. بنین احمدی. و تشکری میکنم از کسایی که مرا حمایت کنه، سابسکرایب و لایک. توسط حمایت های شما ما میتونم موفقیت های بیشتری را کسب کنم. آره تشکر. بریم دیگه. اونو بچه ها با بایسکل آمده که اینجا هایکینگ کنه. باز ما از بس که فعال هستیم با پیاده آمدیم. بابا این کوه ها بلدیز ما ایت چیز نیم. ما در جاغوری در این کوه ها زیاد بالا شدیم. نه بابا فکر نکنم. ما روزانه زیاد میگردیم. چقدر کوه های خوبش داره. باز امروز ابرم چقدر قشنگه. آور هسته ولی گرمه دیگه. سر صبحکی یخ بدک آلی گرمه. So you can see there Kubra as a videographer. Yeah. We are climbing the mountain. Yeah. مندج دید؟ بابا فکر نکنم چیز برای مندگی باشه. اینی لالا ها هم با سایکل آمده. این قصف آله ماشالله. They came hiking by bicycle. چه کوه‌های داره اینجا؟ چرا ما وقت نآمدیم؟ چرا ما گاتر خبر نشدیم؟ جان میدهد برای قدم زدن در صبحگاه. آره عزیزای دل دیگه ما در شاخه. به وقتا چه زور دبلیشن دیگه ما هم ده شاخ که اینا اونو کوه هایش مانده. ما در سری از این تپش استاد شدیم که چای بخوریم به خاطر که یا احساس منه که مندش ده دیگه. چای مخوریم بعد دوباره باز میگردیم. بنین خستش ده؟ خیلی نه. خب سمیه خستش ده باز زیادم خندیده دیگه. بچه اینجا قداش میه قد بایسکل، بعضیاش پیاده، بعضیاش قد موتور از پیش از ما غر کده تیر میشه دیگه. باز در پالوی از اینا مثلا ما که ببینید چه قصف فعال هستیم ما. همون لحجهشان ایک بلک تی، شیرین اصل، برد، سمیه، بنی، mountain, beautiful vibe, beautiful view from sky, from cloud. And can you tell me where is this? Just it's amazing. It's amazing. Let's join with us. This is Friday and we are coming here for climbing. Yeah, this is me.
طرفان و مازیگر اینجا معظمی جبرائیل مردم میاد زن و مرد اینجا با میله میاد چکر زده اینجا موتوران میاره با همین کوه بالا میکنه خیلی زن و مرد اینجا خیلی میاد اینجا خوب جا آزاد است خواه باز هیچ کس ده کس کار نداره دیگه نه؟ نه هیچ کس ده کس کار نه آها بس معمولا کدام روزا بیشتر میاد زیادتر میاد؟ روزا جمعه روزای جمعه؟ خواه اینجا کلن فامیلی میاد دیگه نه؟ که فامیلی خانوادگی هرچی میاد اینجا خواه زن و شوهر هرچی اینجا میاد باز بچه ها هر روز میاد اینجا موتور بالا منه؟ بچه هر روز میاد میبینی که همیجا موتور بالا شده اینجا همگی مردم از همین طرف از همین جبرائیل میاد اینجا موتور بالا میکن از نماز دیگر میاد باز اینجا امارات نمیاد دیگه؟ نه اینجا امارات کار نداره اینجا اصلا با جای امارات نیه خواه اینجا این زمین هم دولتیه دولتیه؟ باز اینجا بهار چی رقمه؟ بهار اینجا هم جا سرسبز میشه تا اینجا علف ساز میکنه خواه نام از این منطقه چیزه؟ کارت میوند کارت میوند ایه؟ من گفتم کارت میوند کجا باشه؟ همین کدام کارت میونده؟ همین جگاه کارت میوند این کوه ها نه؟ باز دمی کوه ها آب است؟ چشمه است او بعد چشمه است خواه اون جگاه او ذخیره پشت همون کو ذخیره همون جگاه خواه خانه شما کجایه؟ خانه ما اون جگاه مرد خانه دعوت نمونه؟ اگه میریم بیا بریم سه باز میریم داری پاک رالی دیگه اینی هم از صبحانه ما ایم شیرین عسلی ما ایم چای ما که خوردیم البته تمام نشده در آو خوریم دیگه و مردم ها در آو زیاد شده میه مقصد اولین نفرهایی که آمد ما بودیم دیگه نفرها می سرخاک اونو هم سرخاگاه هستن دوستای پشتون زبان ما هسته که با این دو دنه بچه امروز ما ملگر شدیم ملگر مگه؟ دیگه یک معرفی کنیم خود اسم عبدالخالق اسم عزیز سلیمان خب عبدالخالق و سلیمان زر خوشحالیم چه استی سرو الله دا خدا شما بودید الله دا پامان دیگه دوستا بسیار خوش گذشت یعنی قصه هایی که با هم داشتیم به یک طرف ای که میخوایم پیاده نوشه برم میخوایم نوشه برم ولی یک کمک سربلا شوشوگی داره خب باز اینجا که هست با اینی دو دنه بچه هراتی همه چون که بچه طالب والایم آشناش دیم اینا قصه های جالب نمی رو مذب نقد نمیشه تمر باشه دیگه ما یک کمک قوی بودم آمدم خطا نشدم ولی بنین و سمیه آلی در این فکر مانده که چه رقم پیاده شونه ویدیو از من خراب مزه شونمون جا هسته که خراب شده ویدیوی من خراب شد آره دیگه مقصد خوش گذشت خدایی اما تو مزه داد که اگه بدون ایدت میمانم باور کن این میره رقم که با این میره متر میلم دیگه ایدت نمونم خب
میبینین که حالی 9 بجه دیگه چقدر شلوغ شده، خیلی نفر آمده. بازم میگیم خدا جمع میگین مرده ها را بیامرزه و ما هم رایی شده موری کم کم طرف خانه. بازم عبدالخالق دوباره آمدیم به جبرائیل. حالا میخوایم که سمیه دا ما بگه چه رقم گذشت امروزش، چطور شروع کرد امروز خوره. چی بگم؟ سوال پسند کنی؟ از روز خوب بگی چطور شروع کردی، چطور گذشت، خوش داره، دوباره تکرار کنی نکنی؟ آره واقعا خیلی خوش گذشت، کلا مثبت بود، انرژی مثبت. واسه بقیه پیشنهاد میکنم هر کسی که میخواد حس خوب، حال خوب بگیره، صبح خوره بره از طبیعت شروع بکنه. خیلی حال میده، خیلی خوش میگذره دیگه. 100% میخوام دوباره تکرار شه. حس خوب با ما تجربه از دای دل دیگه قد بنین آمدیم خانه از ما، چون امروز بنین اولین ویدیو یوتیوبش بود، اولین فعالیتش بود دیگه، اولین روز بود که با ما بود. حالیش سوال مونیم که چطور گذشت، نام یوتیوبش چیز خیله، گپش قدش شما چیز خیله، کلگش رزدان از خود چی میشنویم. سلام دوستای عزیز، امیدوارم کلگیتان جور و خوشحال خانهتان پالوی بخاری های گرمتان هستین. خب امروز ما صبح ما را از هایکینگ شروع کردیم در کوهنوردی و بعد از او خب این اولین روزی بود که ما مثلا ولاگ یا ویدیوی چینل یوتیوبم را گرفتم همراه کبرا جان و سمیه جان. خب این واقعا یک تجربه جدید و عالی بود، چرا که ما امروز همچنان هیچ هایک انجام دادیم که ما خب از اون قسمت از طرف کوه ها که پایین می آمدیم، اونا یک متروان بود، خودش از ما خواست که میتونین که کتمه برین تا جایی را و بعد از ما هم قبول کردیم، چرا که نه حتما. البته رایگان خب هیچ هایک خب ما یعنی هیچ هایک را انجام دادیم و بالاخره فعلا اینجا هستیم خانه کبرا جان. خب یک چای بزنیم باز دیگه. خب همچنان سابسکرایب چینل خودم را، چینل یوتیوبم را فراموش نکنین. بنین احمدی. دیگه خدا حافظ دوستا، روز خوش.